کوچالو عشقم، امروز خیلی جگرخون هستم و همین حالا میخوام ببینمت. پشت خانه ما درخت کلان است، بیا اونجا. بامی جگرم، چرا جگرخون هستی؟ خاله گلپی چیزی گفت برات؟ و حالا خیلی دیر شده. دیدن ما در این وقت خوب نیست. فردا میبینیم. من نمیفهمم، دیگه نمیتونم تحمل کنم هر قدر دیرم باشه بازم بیا و تو میای. دیگهش من نمیفهم. او جگرک ما تشویش نکو، من میفهم که برادرت رد کردم و تو جگرخون هستی. درست است، ما میایم. بگو بامی جان، چی گپ است؟ و چرا در این ناوقتی شب خواستی اینجا؟ کوچالو جان، من چطور بگم به تو؟ من بدون تو گرسنه زندگی میکنم ولی بدون تو نه. من میفهم که زیاد پولدار نیستی، برای می موتر و خانه کلان نیاز نیست، فقط من از اینجا ببر. فقط میخوایم همراه تو زندگی کنم من. درست است بامی جان. به من چند روز فرصت بدی کمی پول جمع کنم، باز میریم از اینجا. ولی کوچالو جان، کجا میریم؟ مزار میریم. در شهر مزار یک رفیقم است به نام فرید میده. پیش او میریم و در مزار یگان کار و بار پیدا میکنم.